امروز امام زمان کجاست؟ میگه غیبت امام زمان نتیجه اعمال ماست. آقا چه کار به یهودیا داره؟ آقا چه کار به سنیا داره؟ آقا چه کار به مسیحیا داره؟ آقا با من و تو کار داره. شما آماده شید من میام. من 313 تا آدم میخوام که پای حکومت من بیستن. جوونا، آقا 313 تا شهید نمیخواد، 313 تا آدم میخواد که اگه حکومت رو دادن دستش، بیت المال رو دادن دستش، کار مردم رو دادن دستش، راندخاری نکنه، بیت المال غارت نکنه، فامیلاشو نیاره، پارتی بازی نکنه. اینه. چند تا داریم آدم؟ میگه غیبت امام زمان نتیجه اعمال ماست. ایشان در زندان گناه شیعیان خود محبوس شده است. یعنی ما شیعه ها به خاطر گناهمون آقا رو زندانی کردیم. آقا تو زندان گناه های ماست.